هرچند در حدود ناحیه بخش ولایت ختلون امروز گرمخانه‌های دائم عمل کننده نیست، اما شماره گرمخانه‌های موسمی سال تا سال می‌افزاید، چون بیش از 30 گکتار زمین‌های کرمی آبی این ناحیه را گرمخانه‌های موسمی تشکیل می‌دهد. دهقانان منطقه هم سال تا سال با دست گرفتن فایده تشکیل این قبیل گرمخانه‌ها را زیاد نموده ایستادند. 30 سال بازو می‌کنیم خیرش به همه رزق کن. راست خودش هم برابر خودش. نوک به نوک میشد یا خیلی زندگی ساز با کمتر بهار به نغز حاضر نه کلاک ده میگیریم مای مرد یکم مرد برده ترانشیاده میشینونیم بعد خوک خودش خیلی شینونده و حاصل زور با وید محنت دورو یارش به خودش محنت زور میطلبه محنت هم اگر محنت و گرمی و حرکت با کلیونکه با راست خود سرد آمدن باد و هوا کار دهقانان گرمخانه‌دار را مشکل و به تأخیر گذاشت. اگر هر سال در این شب و روز بازرگانان پیشقدم علاقه کوچت نهالان سبزانیده خود را به زمین می‌گذرانیدند، اما امسال همکنون از پی به قوطی‌های مخصوص کوچانیدن بلغاری و پمیدور گشتند. یا بچه دارم با خودش شبی 4 بار علوب کرد 4 بار خوب نمی‌کند. من اوش ته زد درون زد برف و گلنیکش شکست من دین خوجای نمی سرکه کارد من برف لوی به 2 کیلو قطعه من می حاضر ساعت 2 شب من خوجای میخیزم 1 بار علوب نگاه نکرده به سردی از حد زیادی باد و هوای منطقه کشاورزان تلاش کرده ایستادند تا محصول دست خود را از سرما حفظ کنند، زیرا فراوانی بازارهای مملکت محض از زحمت شبانه روزی ایشان خصوصا در موسم سردی ها وابستگی کلان دارد. در گرمخانه مثال من قلنفر بالگری، پمیدار، ریحان، گشنیج، اوکراپ هر خیل همین سبزیجات ها را کشت کردگی‌اند. امروز خواجگیداران و ساکنان ناحیه بخش کوشش به غیرت میکنند که آن محصولاتی که در گرمخانه ها رویاندن بر وقتتر به زمین هایی که بکارن و حاصل امساله را با نقصتر بهار برآورده به نرخ دسترس به بازار پیشنهاد کنند. وقتی که گرمخانه ها استفاده می شود در تمام فصل سال محصولات تر و تازه وطنی را می توان پیدا کرد. پیدای مسئولین با کار دهقانان تجربه دیده حتی مساعده باد و هوا تأثیری نمیگذارد، چون ایشان کار خود را خوب میدونند و برای پیش آمدن هر وضعیت آماده‌اند. همین است که نشونمای نهالان بلغاری و پمیداری پرورده بازرگانان منطقه خوب است و از تلف یافتن امین مانده است.